سحری بر وقت همه کاهنان کلان و پیران قوم مصلحت کردند که عیسی را به قتل می‌رسانند. با فرمان آنها عیسی را دست بسته از حولی قیافا برآوردند و به دست پیلاتوس که حاکم رومی بود سپاریدند. وقتی یهودای خیانتکار دید که عیسی به مرگ محکوم شد، از کاری کرده‌اش پشیمان شد. او آن 30 تنگه نقره را به کاهنان کلان و پیران برگردانده به آنها گفت: من به آدمی بیگناه خیانت کرده گناه کردم. لیکن آنها جواب دادند: این به ما چی دخل دارد؟ این کاری خودت؟ یهودا آن 30 تنگه نقره را بر روی فرش معبد خدا پرتافت و از آنجا رفته خود را آویخت. کاهنان کلان آن تنگه ها را گرفته گفتند که از روی قانون این پول را به خزینه معبد خدا انداختن ممکن نیست، چون که بر عوض این پول خون آدم ریخته شده است. بعد با رازگی همه آنها زمین کوزگر را خریدند تا که آن قبرستان مسافران باشد. برای همین آن زمین تا امروز زمین خونین نامیده می شود. همچنین پیشگویی ارمیا پیغمبر به عمل آمد که گفته بود: از روی فرمانی که خداوند به من گفت، آن 30 تنگه نقره را، یعنی همان مبلغی را که خلق اسرائیل او را بها دادند، برای خریدن زمین کوزگر صرف کردند.